به نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله مرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من تجربه را در نظر گرفتم که برای تشریح خواص کیمیایی مواد ما و شما میتونیم او را با آسانی برای دانش آموزا اجرا کنیم. که برای اجرای این تجربه ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از نمک سدیم بایکاربونات یا پلی، سیتریک اسید، یک عدد بیکر، یک عدد فلاسک، قیف، یک عدد پقانه، قاشق، چاقو و یک عدد قابک. روش کار چگونه است؟ در این تجربه ما یک تعامل کیمیایی را بین نمک سدیم بایکاربونات که به نام بیکینگ سودا و ما و شما رو به نام پلی یاد میکنیم همراه سیتریک اسید اجرا میکنیم که در ختم تعامل ما و شما خواهد دیدیم که محصولات جدید ایجاد میشه و مواد تعامل کننده یا مواد اولیه ما و شما خاصیت خود از دست میده. اینال به خاطر از اینکه ما و شما سیتریک اسید داشته باشیم ما از لیمو استفاده میکنم. اینجا 2 عدد لیمو رو داریم. ما و شما میگیریم لیمو رو اول در داخل یک بیکر فشار میتیم تا تیزابش جمع شود یا تیزاب شود دست بیاریم. وقتی سیتریک اسید ما و شما آماده شد ما این انتقال میتونم در داخل فلاسک. تیزاب در داخل فلاسک جای به جای میسازیم. مرحله بعدی چی کار میکنیم؟ در داخل یک عدد پقانه با استفاده از یک قیف یک مقدار بیکینگ سودا یا سدیم بایکاربونات جای به جای میسازیم. با استفاده از یک قاشق من میگیرم یک مقدار سدیم بایکاربونات داخل پقانه میسازم به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم گاز کربن دی اکساید در اینجا جمع کنیم. وقتی سدیم بایکاربونات داخل پقانه ساختیم اینال ما چی کار میکنم؟ پقانه را در دهانه بوتل نصب میسازم. پقانه وقتی در دهانه بوتل نصب شد هنوز بیکینگ سودا یا سدیم بایکاربونات همراه تیزاب یک جایی نشده. اینال ما اجازه میتونم سدیم کربونات با تیزاب یک جای شود یا مخلوط شود. وقتی سدیم بایکاربونات با تیزاب یک جای میشه تعاملات بین سدیم بایکاربونات و تیزاب آغاز میشه که در نتیجه در اینجا محصولاتی که حاصل میشه یکی از محصولات عمدهش گاز کربن دی اکساید است که ما و شما میبینیم که در داخل پقانه جمع میشه. یا سبب از این میشه که پقانه را باد کنه. هرگاه ما یک اندازه کم بیش تکان بدم تعامل سرعت میگیره، سرعت تعامل بیشتر میشه. شما میبینید که حباب های گاز کربن دی اکساید در اینجا چطور طرف بالا حرکت میکنه. در نتیجه محصولاتی که ما و شما اینجا داریم در داخل بالون یا در داخل پقانه گاز کربن دی اکساید جای به جای شده و موادی که در داخل فلاسک باقی میمونه عبارت از نمک سدیم سیتریت است و مولکول های آب. این دو مواد تعامل کننده ما و شما سیتریک اسید و سدیم بایکاربونات با هم داخل تعامل میشه مواد جدید را تشکیل میده. این خاصیت اصلی خود از دست میتن تبدیل میشن به یک مواد جدید که ما و شما معادل کیمیاییش قرار ذیل میتونیم نوشته کنیم. سدیم بایکاربونات جمع سیتریک اسید که در نتیجه بر ما و شما حاصل میشه نمک سدیم سیتریت، گاز کربن دی اکساید و مولکول های آب. ما و شما میتونیم توسط از یک فعالیت ساده یا یک تجربه ساده کیمیایی خواص کیمیایی مواد و همچنان یک تعامل کیمیایی را برای دانش آموزا به روش بهتر و خوبتر تشریح کنیم. امیدوارم فعالیت را که در نظر گرفته بودم برتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.